تنها صداست که میماند. گنج شایگان. از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها. در پادکست سلیم ایوبزاد. سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکست گنج شایگان. این روزها که بایگانی رادیو آزادی را میگشتم، چشمم به یک برنامه ویژه افتاد که آیین مداران نام داشت و به مسئله های دینی، به مسئله های بازگشت مردم به سمت اسلام، با مصاحبه‌های خیلی جالب، با موضوعها با بررسی خیلی عجیب در این بایگانی هست و فکر میکنم این برنامه اون زمان برای اون تأسیس یافته بود که یک دوره بود که همه چیز برای ما نو بود و مردم بعد از فروپاشی شوروی رو به ارزش‌های سنتی و قدیمی خود می آورد که دین اسلام یکی از آنهاست و ضرور بود که دیده شود که این بازگشت، این روند چگونه پیش می رود. و برنده دویمی این برنامه ها همکاری عزیز ما کیومرث عطا بود که حالا با من در استودیو است در این پادکست. کیومرث، من درست گفتم هدف از این برنامه آیا همین بود یا چیز دیگر؟ البته اشاره شما بسیار بجا بود. پیش از اون باید گویم که این برنامه ما بار اول سال 2007 شروع کردیم و این برنامه تصادفاً ایجاد شد، هم نامش و هم خودش و هم طرز پیشنهاد و روی افیر گذاشتن برنامه. و این زمانی بود که اگر به یاد داشته باشید یک رویه با نام سلفیه به میدان آمده بود در تاجیکستان و بحث نماینده های این جریان تازه پیدا با نماینده های روحانیان دولتی با روحانیان سنتی زیاد بود و این بحثا در دیسکو هم از دست به دست میگشت و یک غلغله را ایجاد کرده بود. بله یاد دارم. این از من خواسته شده بود اون وقت از طرف رادیو که درباره همین جریان تازه پیدا یک گزارش تهیه کنم. وقتی ما 3-4 روز تحقیق کردیم با نماینده های این جریان و هم روحانیان سنتی صحبت کردیم، با شورای علما صحبت کردیم، بعضی کتاب‌ها رو در این باره ورق زدیم. این الکی خودش شد یک برنامه کامل و بعد از آن گفتن که بهتر است که اینا به یک شکل برنامه ادامه دهیم، اما تنها درباره دین اسلام نه، جریان‌های اسلامی نه، بلکه دین‌های دیگر، جریان‌های دیگر. عموما ما درباره مسیحیان هم صحبت می‌کردیم، درباره کریشنایت‌ها، درباره همه دین‌هایی که نماینده‌هاشون در تاجیکستان بودند، حضور داشتند و فعالیت می‌کردند. بله، من شماره‌های بعدی هر یک شماره این برنامه رو گوش کردم و بله اونجا موضوع‌های بخشیده به رویه‌های دیگر، مذهب‌ها، دین‌های دیگر و گذشتن از یک دین به دین دیگر و روزهای مخصوصی این یا آن دین، خیلی خیلی چیزای جالب بودن. ولی بازم به فکر من یعنی که هدف این بود که مردم آگاهی زیاد نداشت. یادتان باشد هر رویه بینش خودش رو پیش می برد و هر کدامش دعوا میکرد که من اسلامی حقیقی هستم، من دینی حقیقی هستم. خب اما خب خیلی مدت از این گذشت، یعنی تقریبا میشود گفت که نزدیک به 20 سال یا زیادتر گذشت. حالا اسلام از نگاه شما در چی وضع است در تاجیکستان؟ اسلام از نظر من در حال حاضر در تاجیکستان گویم که در عموم از نظر عمومی آسیب ندیده است. مردم پیرو این دین هستند، به عبادتشون ادامه میدهند، به ادا کردن فرضهای این دین از جمله حج، عمره و حج فرضی ادامه میدهند. یعنی در عموم از نگاه اول که نگاه کنید در هیچ آسیب ندیده است. ولی همونطور که خودتون در نگاه دوم اگر عمیق‌تر نگاه کنید، تحقیق کنید و میبینید که بسیار هم محدودیت‌های جاری شده است. قانون نو دین قبول شد و بر اساس این خودتون خبر دارید که بسیاری از مدرسه ها، گویم که کل مدرسه هایی که تعلیم دینی میدادن، اسلام را درس میدادن، همشون بسته شدند. مسئله حجاب پیش آمد، روسری پیش آمد. میشه گفت که دین دولتی شد در این مدت. البته این جای این کار ندارد به فکر من. حتی امام خطیبا از دولت معاش میگیرن که در اون وقت نبود این چیز. هم از دولت معاش میگیرن، هم بر اساس
نظامنامه دولت لباس یگانه میپوشند، معویزه های را میخونن که دولت آماده کرده. البته این نسخه شیگادم از نشر کرده بودیم، جای رد کردن ندارد. برای اینکه چندین نمونه هاش الکی دسترس شدگی هست، چاپ شدگی است. خود مقامات هم این تصدیق کردن که ها بله معویزه روحانیان اونا گفتن که نوشته نمیشد اما سنجیده میشد. خب ببینید اگر طور دیگه خلاصه بندی کنیم، جمع بندی کنیم، اگر اسلام در همان دوره تقریبا یا که حالا 3 قسمت شد. اسلام سیاسی که در سیمای حزب نهضت اسلامی، دیگر پیروان مخالفان دولت اسلام سیاسی شد، بیشتر رفت به خارج. دوم اسلام دولتی، یعنی این امام خطیبا، این مسجدهای رسمی، واقعا هزاران مسجد خودساخته بود که اونا بسته شدند با بهانه آنکه سند نداشتند و غیره، و مسجدهایی که ماندن در اینجا امام خطیبا از طرف دولت معین میشوند و آن چیزی رو میگویند که دولت میگوید. اما یک وقت یادم است که با ایرج بشیری صحبت میکردیم و میگفت که در حتی زمان شوروی اسلام واقعی اسلام پنهانی بود، یعنی اسلامی بود که اون پنهان است، نمودار نیست، در جامعه نقش ندارد، دیده نمی شود، اما هست. نظر شما همین است که یعنی بغیر از این شاخه ها یک اسلام دیگری پنهانی خود به خود مستقل برای خود وجود دارد در تاجیکستان؟ شاید در حال حاضر مثل دوران شوروی اونقدر پنهانی و زیرزمینی نباشد، اما اونطور که شاهد هستید بسیاری از روحانیان از منبر و مسجدها محروم کرده شدند و البته هر کدام اونها مرید یا که پیروها دارند، شاگردها دارند، طرفدارای خودشون دارند و اونها تا هنوز هم در داخل تاجیکستان هستند و در بعضی از نشست و برخاست ها، در بعضی از عزاداری ماتم و اینا پیدا میشن، حتما صحبت ها میکنن. یعنی شاید با اون طور دوران شوروی چندان پنهان هم نباشند، اما البته که صداشون زیاد شنیده نمیشد، آشکار نیستند. بعضی از این صحبت های آنها اساسا در محفل های جداگانه، محفل های خاصی که برگزار میشد و اونها هم یکی از اشتراک کننده هستند، صحبتشون در اونجا پخش میشد و توسط بعضی از نوارها دسترسی عموم هم میشد. همین چیزی که چند روز پیش رئیس جمهور تاجیکستان گفت که در 23 کشور 10 نفر جوان تاجیک حمله های خودکشانه و تروریستی انجام دادن، به فکر شما اینا از کدام بخش برآمدگی هستند؟ زیر تاثیر کدام رویش یا رویه این دین پیدا شدگی هستند؟ نمیخوام در این مورد راست گفت خلاصه دقیق و نهایتی هم کمی خودداری میکنیم، چون که همه این حادثه ها به پورگی تحقیق نشدند و ما دقیق نمیدونم که این حادثه ها کی در کدام حالت و در چه شرایط رخ دادن. آیا واقعا هم اینها پیروی کدام گروه دینی مخصوصا دین اسلام بودن یا نبودن، یا در داخل تربیت گرفتن یا در بیرون؟ بله، اینشان برای ما یک معما است که مثلا اونا در افغانستان بودن، در خاورمیانه تعلیم گرفتن، یا که اشتراک کردن، تجربه گرفتن، یا که در پاکستان بودن، یا که از داخل یا روسیه یا هر جای دیگر. برای همین من در این مورد درست شخصا خودداری میکنم از بیان اندیشه، چون که دلیل تحقیق کامل در این مورد نداریم و بهتر است که چیزی هم نگویم، چون خودی مقامات تاجیکستان هم بعضی از این افرادی که خودشون میگن دربارش معلومات ندارن. خودتون خبر اگر داشته باشید چند پیش در استانبول یک حادثه به همین مانند شد، کوشش حمله بود، سوء قصد بود، شخصی رو 2 نفر دستگیر کردن، یک نفرشون از روسیه معرفی کردن، یک نفر دیگر از تاجیکستان درخواست فرستاد به جانب ترکیه که این معلومات درباره این شخص دهد، اما تا هنوز هیچ معلوماتی هم نیست و ما دقیق نمیدونیم که همین آدمی که گمانبر هست از کجا هست، چند سال دارد و کی هست. درسته؟ از این نگاه نه، اما این فضایی که در تاجیکستان هست به نظر شما، یعنی این محدودیت هایی که هستند، این علمایی که گوشه‌نشین شدگی هستند و اینها میتونند همین خیلی یک محصولات یا یک ثمره همینطور، فرض کنیم یک جوان تعلیم ابتداییش در اینجا اونجا پنهانی میگیرد، یک چیزای اولیه را میفهمد، بعد میرد در روسیه با یک مولای نمیدونم داغستانی یا چچن میشیند، یا که در پاکستان با یک نفر دیگر، یا که در زاهدان ایران با یک نفر دیگر، و بعداً از اونها پیدا شدنش ممکن است. اول اینکه در تاجیکستان همین شب و روز یگان خیلی تعلیم دینی به فکر من که جریان ندارد،
هیچ کس هم شما دقیق میدونید این به فکر من برداشت من همین است. خیلی تعلیم دینی وجود ندارد، حتی پنهانی هم. شاید بعضی صحبت ها احتمال شود، بعضی مشورت ها مصلحت ها باشد، اما تعلیم پوره وجود ندارد. برای اینکه هر کسی هم که حاضر در داخل تاجیکستان هست از پیامد این کارش خوف دارد و تا این وقت هم چندین نفر با گمان اینکه گویا غیر قانونی تعلیم دینی داده است دستگیر و زندانی هم کردن. مهلت‌های طولانی. بله، از این نگاه من به این نظرم که تعلیم دینی در تاجیکستان حاضر بسیار بسیار محدود است، خیلی خیلی کم است. بعد مشکل اساسی این است که برداشت من در مورد این حادثه هایی که گذشت و حمله هایی که شدن یا که حمله هایی شدن که تاجیکا با اون گمانبر هستند، مشکل اساسی ما این است که مردم ما سواد همین دینی کافی ندارن. همونطور که شما گفتید تا برداشت مردم ما مثلا صحبت یک روحانی را میشنون بر اساس همین خلاصه میکنن. برای مثال یکی از آدمایی که من میشناسم در روسیه چندین سال زندگی میکرد و در خانه در منزل اجاره می نشست. من شخصا با خودش صحبت داشتم و براش گفتم که چرا تو مثلا کمی پول داری و اندکی از بانک قرض نمیگیری و خانه بخری؟ اون میگفت که قرض گرفتن اصلا حرام است، ربا هست و اینطور است. بعدا من براش بعضی صحبت‌های روحانیای تاجیک پیدا کردم و هم بعضی دلیل‌های دینی هم بود که شما در دولت اسلامی نیستید، بر اساس نظامنامه اسلامی زندگی نمیکنید، در یک کشور بیگانه هستید، دینش هم دیگر است. شما در اونجا حق دارید که هم قرض بگیرید و هم قرض بدهید. یعنی شما ضرورت دارید، شما باید منتظر نباشید کارتون به این وسیله اجرا کنید. از این نگاه من میگم مردم ما واقعا هم سواد دینی ندارند و از این نگاه میتواند که البته با جریان‌های گوناگون پیروی کنند یا که همونطور که شما در صحبتتون اشاره کردید با چچن‌ها، با مثلا نماینده‌های کمشماران مسلمان در روسیه گویم، با آنها صحبت میکنند و از پس آنها میروند. این مشکل اساسی همین کم سوادی دینی است. یک چیز دیگری که چند روز پیش در شبکه‌های اجتماعی میگشت که 30,000 یا چقدر هزار حاجی شده است در تاجیکستان، بعضی ها چند باری حج کردند و غیره و کذا. من برای چه سوال میدم؟ برای اینکه میخواستم در همین صحبت، در ادامه این صحبت، همون نشر آیین مدارا را که به حج بخشیده شده است و یکی از اولین برنامه‌های رادیویی، اولین اصلا رسانه‌ای که به این موضوع از نگاه علمای دینی و از نگاه قوانین و قاعده ها و رساله های دینی مراجعت کرد، رادیو آزادی بود. اونو پخش کردنی هستیم در اینجا. به نظر شما همین یعنی که یک نوع آیا واقعا یک نوع مود یا که منشی حاجی شوی در تاجیکستان یا یک بیماری، یک سوزی همین حاجی شوی پیدا شده است که همه میخواد حج رود؟ این که همه میخواد حج رود در تاجیکستان گپی نیست. این از اول هم بود. همه این در محله که صحبت میکردید، در شهر اومدید با آدمو صحبت کردید، همه همین آرزوی دارد که حداقل یک بار در عمرش رود اونجا رو زیارت کنه، چون در باور مردم ما، مردم مسلمان ما، اون یک جای مقدس است و با رفتن به اون آدم یک تازه و آزاده میشود و با یک همه گناه ها بخشیده میشد و هم یک صفحه نوی زندگی باز میشد. این جای یک فرض دینی است که هم ندارد. بله. اما چند بار رفتن اینا باید، من فکر میکنم باید این سوال از خود مقامات تاجیکستان باید پرسیم و من چندین وقت میشد این بحث در شبکه‌های اجتماعی میبینم که بعضی از مردم ما همین مسئله را در میان میکشن، مطرح میکنن و میپرسن که چرا مردم ما یک بار، دو بار، سه، چهار بار میرند و این پول به جای دیگر خرج نمیکنند، یا مثلا پول نمیسازند یا یگان زمین آباد نمیکنند یا چیزهای دیگر. چرا یک نفر نمیپرسد که خود رئیس جمهوری تاجیکستان، بگذار اون سفری رسمی باشد یا سفری کاری هم که باشد، بیش از 4 بار حج کرده است با خانواده‌اش، با نزدیکاش. بعد هم این کار شخصی هر نفر است که بله، کار شخصی هر نفر است. وقتی که باطنش میگه ضرورت میبیند که من باید این کار کنم، خب این کار شخصی هر کس است، اما وقت دیگران که با کار شخصی دیگران دخالت میکنن، من از این نگاه میگم که چرا مثلا یک کس نمیپرسد که وقتی شخص اول
4-5 بار میرد، مگر دیگر رو الهام نمیگیرن که ایشون رفتند برای چرا از پس ما نرویم. درست است. این سوال است. بعد دوم اینکه حج عمره آدمایی که از تاجیکستان میروند بیشتر به حج عمره میروند و سبب اساسیش این است که خرج راهگیری تا رفتن و برگشتن به حج عمره نسبت به حج فرضی ارزان تر است. اگر شما برای حج فرضی مثلا بیش از $5,000 اگر خرج کنید، به حساب دلار گویم بیش از 5,000 خرج کنید، برای حج عمره بیش از $1,500 خرج میکنید. این فرق 3 برابر کمتر است. از این نگاه مردم اما چرا اینقدر نگاهی سخت است که این مردم چند بار حج میروند؟ از کجا میبیاید؟ در اون کشور دیگر هم ما شاهد این هستیم که شاید در کشورهای دیگر هم باشد، یا شاید در گذشته در تاجیکستان هم عین همین به حج رفتن تشنگی به حج رفتن زیاد بود، اما شاید بیشتر رسانه‌ای نمیشد، یا شاید اون وقت اینستاگرام و فیسبوک و نوار کوتاه پرتوتن در شبکه‌های اجتماعی مود نبود. شاید از این نگاه ما خبر نمیافتیم که از تاجیکستان مثلا در یک سال بیش از 6,000 آدم به حج میرفتن و هزارها آدم دیگر در نوبت میایستادن. بعضیا حتی پورا میدادن که به مقامات ناحیه همون محل زیستشون که خواهش میکردن که نام من پیشتر بگیرن. اگر این ما چند دفعه اینو گزارش کردیم در رادیو آزادی، اگر به یادم داشته باشید، حتی روی خط به حدی بود که آدما میگفتن که 10 سال 15 سال دیگر شاید نوبتشون نرسد و این امید شاید ارزوی بگور برام با خود. از این نگاه شاید مردم بیشتر اجتماعی شدن، بیشتر به شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کردن و از اینکه زندگی خصوصیشون نوار میگیرند و در شبکه‌ها به مردم میگذارند، برای دیدن مردم میگذارند، شاید دیگر نمیترسند، شاید برعکس هوس میکنن که یک کسی دیگر زندگی اونها رو ببینه. از این نگاه برای یک قسمی مردم یک نوع خودنمایی و چیز هم هست. واقعا هم شاید نمیدونن که مبلغی دارن چگونه صرف کنن، در کجا صرف کنن. اما خب در این برنامه‌ای که شنونده‌های ارجمند پادکست گنج شویگان حالا بعد این گفتاری من با کیومرث عطا خواهند شنید، اولین برنامه درباره حج است و چگونه اجرا شدن آن و اولین آدمانی که از این مرحله گذشته‌اند اظهار نظر میکنند. من گمان دارم به بیننده میگم به شنونده ما خیلی خیلی پسند خواهد آمد و اگر سوال پیدا شد یا اینکه اندیشه میتوانند در زیر این برنامه بنویسند. تشکر زیاد کیومرث، سلامت باشید. تشکر زیاد. اگر بر وقتتر میگفتید یک کمی آمادگی کاملتر میدید. نه، پادکست جالبش در همین است که من خودم هیچ آمادگی نداشتم و آمادگی بسیار کمی ابتدایی. خب اما صحبت خوب. سلامت باشید. شنونده ها کمی ما را به جای بیش میگیرند و از شاید بعضی کمبودهایی که در صحبت های ما گذشت میگذارند. ببخشند. آیین مدارا، دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام شنونده عزیز و ارجمند، این نوبت برنامه آیین مدارا در حال تقدیم شما می شود که میلیون ها دست برای آمرزش گناهان و امن و ثبات جامعه جهانی بالا شده است و میلیون ها مسلمان کشورهای عالم پا به پای هم، کتف به کتف هم به نیت ادای مراسم حج در مکه و مدینه قرار دارند و قربانی میکنند. خوش به حالشان. اما باز هم کیومرث عطا هستم که این برنامه را از دوشنبه برای شما تقدیم میکنم و شما نیز همراه ما باشید. اگر میخواهید متن این برنامه و برنامه‌های دیگری رادیو آزادی را ببینید، لطفاً به صفحه اینترنتی ما www.azadi.org وارد شوید. برنامه آیین مدارا را از رادیو آزادی میشنوید و حج در قطار کلمه شهادت و روزه، نماز و زکات یکی از 5 پایه اصلی دین مبین اسلام به حساب میآید. یعنی حج پنجمین بنای مسلمانی است که هر کس برابر پیدا کردن توان و قدرت باید این فرض را به اجرا رساند. وقوف در عرفات، سنگ زدن شیطان، سعی میان صفا و مروه و طواف خانه کعبه از مناسک حج دانسته میشود که باید هر حاجی آن را ادا کند و همه این عبادت ها و یا مناسک حج در میان میلیون ها ساکن مسلمان جهان که به نیت
به اصطلاح حاجی شدن وارد مکه و مدینه گردیدند انجام می‌گیرد. روز چهارشنبه 25 نوامبر حدود 2.5 میلیون ساکن مسلمان از کشورهای عالم نیز مراسم ادای حج در عربستان سعودی را آغاز کردند. در این مراسم همچنین 5300 تن از ساکنان مسلمان تاجیکستان هم حضور دارند که گفته می‌شود بیشتر از 70 نفر آنها با پشتیبانی حکومت کشور به این سفر رفتند. سید بیگ محمداللهیف مسئول بخش دینشناسی در وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید که حکومت این کشور قادر است تعداد هرچه بیشتر ساکنان را برای ادای مراسم حج بفرستد، اما با گفته او وزارت حج عربستان سعودی که از روی نفوس کشورها برای آنها کوتا جدا میکند، برای تاجیکستان صاحب بیشتر از 7 میلیون اهالی تنها برای 5000 نفر جا تخصیص داده است و خلاص. آقای محمداللهیف همچنین گفت از این به بعد مقامات تاجیکستان سفر حاجیان به عربستان سعودی را تحت نظارت میگیرد و تلاش میکند که هر نفر توانمند در کشور باید به این نیت خود یعنی به نیت حاجی شدن برسد. حکومت نظارت میکند که نفری که یک بار حج رفت اکنون باز یک نفر دیگر رود، یک نفری که سالهای دراز آرزوی حج دارد و به آرزویش برسد و دیگر تشکیل گروه‌های حاجیان، نظارت به آنها، مساعدت به آنها در انجام دادن فرایض دینی، این مسئله ها کمک ها رو دولت که به شهروند خودش نکند پس چگونه دولت است؟ مقامات تاجیکستان هم گفتند شهروندانی که نیت ادای حج را دارند میتوانند در حکومت‌های محلی نامنویس کنند و با نوبت به این هدف خود، به این نیت خود برسند. حج امساله در حال انجام می شود که مرض زکام خوک جهان را به تهلکه انداخته است. مقامات عربستان سعودی هم میگویند که امسال 20000 طبیب صحتی حاجیان را تحت نظارت خواهند داشت. در صحبت با رادیوی آزادی از کنار کوه عرفات، عبدالغفار یوسفوف رئیس بخش حج در وزارت فرهنگ تاجیکستان گفت یگان نفر از حاجیان تاجیکستانی گرفتار زکام خوک نشدند، ولی 3 حاجی از میزان بلند قند اذیت میکشند که تحت نظارت طبیبان هیئت تاجیکستان قرار دارند. در حالی که مردم از زکام خوک نگران هستند، مقامات عربستان سعودی میگویند که باران و سیل روزهای چهارشنبه و پنجشنبه حیات حداقل 83 نفر را از میان برد. آبولای راهها و ماشین ها را شسته چندین پل را به کامش فرو برده است. مقامات سعودی میگویند شاید روزهای آینده با پایان شدن سطح آب انبارها جسد بیشتری هم پیدا شود. ولی آخرین خبری که به دست ما رسید میگوید مقامات ترکمنستان از شهروندان کشور خود به دلیل جلوگیری از ابتلا شدن به بیماری زکام خوک خواستند که حج خود را در داخل کشور انجام دهند. مقامات ترکمنستان گفتند در حالی که حاجیان در عربستان سعودی عبادت خود را به جا می‌آورند، ساکنان مسلمان ترکمنستان می‌توانند که از 38 جای مقدس برای مسلمانان در این کشور زیارت کنند. امرالله نظام از کارشناسان امور مذهبی در تاجیکستان میگوید حج را نمی‌شود بعد داخلی و بیرونی جدا کرد، زیرا به تاکید آقای نظام حج یک تاست و آن ثوابی به خود خاصی دارد که در هیچ جای دیگری نمی‌شود آن را به دست آورد. ثواب حج تنها بر همان کرده هایی که در حج عملی می‌شود به آن گرفته می‌شود، اما اینکه آنها قربانی میکنن و چندین عملهای خیری میکنن اینها ثواب الهی خود را دارن. امیدواریم که خداوند از آنها قبول کرده باشد. یعنی هر یک فریضه در جای خودش باید در وقت خودش ادا کرده شود. مثلا فریضه حج نمیشود که در ایام ذوالقعده ادا شود، یا اینکه نمیشود که وقوف در عرفات یعنی ایستادن در عرفات روز 12 یا 13 ذوالحجه به انجام برسد. اون قبول نیست. حج ایستادن، پیغمبر خدا میگه الحج وقوف العرفه، حج ایستادن در عرفه است. برنامه آیینی ما درست که از رادیو آزادی تقدیم شما می شد، اما در مورد آنهایی که میخوان خرج سفر حج خود را به بینوایان دهند و به این وسیله از رحمت خداوند بهره مند شوند چی می شود گفت؟ آیا ثواب این عمل خیر برابر حج کردن است؟ مولوی سید محمود از روحانیان تاجیک میگوید صرف مخارج حج به بینوایان مربوط آنهایی است که یک بار الکی حج کردند و میخوان برای دوم یا سومین بار این مراسم را ادا کنند، نه مربوط آنهایی که برای اولین بار نیت حج کردن را دارند. حق است بر بندگانش که حج بروند، هر کسی که قوت دارد. و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن هر کسی که توانایی بر حج پیدا بکرد اما 5 سال پی در پی نرفت، الله تعالی او را عوض، پس اون مطرود از رحمت خداست، مطرود از جمله خیرهای خداست، یعنی متروک از دیگر. قرآن این یک رکن اسلام است که با واسطه این اسلام بود می شود. این که باشه باید نماز و روزه و حج جای خود را یابند. اما اون که آیا پول و بعد دیگر کسی هست، آیا همین ثواب در می یابد؟ آیا که روز قیامت
ما جوابگویی نداره. این اشتباه از دوست عزیز. گپ اصلا در مقابله کسایی گفته می شود که آنها باری رفتند، یک بار رفتند، پس باری دوم بله که ما میدونیم ان شاء الله تعالی دل به دست آورد که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. کعبه بنیاد خلیل آذر است، دل نظرگاه جلیل اکبر است. پس باید اینهایی که چنین توانمندی دارن حتما اولین مراتب بروند، یک فریضه از فرائض از دینشون، مثلا رکنی از ارکان دینشون انجام بدن و بعد از آن ان شاء الله تعالی بار دوم سوم بله که بدن. این بهتر است که یک مسکین نان به دست بیاره، چون هفته ها احتیاج به سوی گردش ما در بین صفا و مروه و در اطراف خانه ندارد، از آن که این بنده محتاج است. این هم در حالی است که اخیرا مقامات رسمی تاجیکستان از ساکنان مسلمان کشور دعوت کردند که اگر امکان دارند خرج سفرشان به حج را به بینوایان دهند و یا یک جای نوآبادی کشور را آباد کنند. لبیک اللهم لبیک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك. عید قربان یکی از دو عید مسلمان هاست و عید قربان عید است که آن را همه ساله مسلمانان جهان در روز 10 ذوالحجه یعنی پس از 2 ماه و 10 روز عید فطر یعنی عید رمضان جشن میگیرند. اشخاص توانمند در این روز طبق رسم این آیین مذهبی گوسفند قربانی کرده به همسایه‌های کم بضاعت، به نزدیکان کم بضاعت و همچنین مردم بینوا کمک خود را میرسانند و این عید در تاجیکستان از سال 1991 به این سو رسما تجلیل می شود و این روز تعطیل در کشور اعلام شده است. این روز برای مسلمان های تاجیکستان یک روز خاص است و امسال هم مسلمانان در این روز تعطیل میکنند. آنها در این روز پس از ادای نماز عید به خانه های همدیگر می روند، از ناز و نعمت های یکدیگر می چشند، در حق همدیگر دعا می کنند، به زیارت قبر گذشتگان می روند و به قدر توان خود قربانی می کنند. مولا عبدالرحیم امام خطیبی مسجد قزاقان در شهر دوشنبه می گوید که این قربانی هم حکم‌های خود را دارد و این قربانی که ما میکنیم اینقدر فضیلت دارد، اینقدر ثواب دارد که در حساب نمیگنجد. پس کسایی که امکانیت دارند خدای تعالی از براشون شرایط مهیا کرده است، یعنی که نصاب مال و نصاب زکات دارند، بر اینها واجب است قربانی کردن در راه خدا. اما اشخاصی که نصاب زکات ندارند، مقدار $3000 ندارند، برای اینها برای عزیز قربانی واجب نیست. قربانی البته ثواب دارد، اجر دارد، اما نفقه اهل بیت در ذمه‌شون فرض است. وقتی که شخص قرض میگیره که قربانی کنم، تصور کنید حق فرزندش، حق زنش میگیره که من قربانی کنم خدمتشان کنم، از او عملش چی فایده و چی منفعت است؟ از معلوم میگه که بریا میکنه، کاری که بریا شود پیش پروردگار هیچ قدر قیمتی ندارد. با همین دوستان ارجمند با وفای آیین مدارا این نوبتی برنامه را هم به پایان میبرم. تا این نوبت با شما کمی مرسی عطا بودم و خدا کند که حج هر یک شما و قربانی هر یک شما مقبولی درگاه خداوند گردیده باشد. تا برنامه‌های دیگر روی امواج رادیوی آزادی، خدا حافظتان باد. در راه هستید مهمانی یا در جای کار، علاجه خواندن ندارید، امکان دیدن هم پادکست رادیوی آزادی را بشنوید. نقل گوشکی تنها برای شما در وقت دلخواه و جای دلخواه.